ثنا و ستایش بر خداوند عزوجل و درود و پیام پیاپی بر پیامبر سرور و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. از بس که خرید و فروش کردن، داد و گرفت نمودن با دیگران از ضرورت‌های روزگاری هر انسان است، دین مبین اسلام برای مسلمان آداب و اخلاق خرید و فروش کردن، داد و گرفت کردن را تعلیم و توصیه نموده است. از جمله این آداب والای اسلامی در مورد تجارت و سودا و خرید و فروش حدیثی است که امام بخاری از جابر بن عبدالله روایت کردند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى. خداوند رحمت کند کسی را که چون می خرد چیزی را خریداری می کند و چون می فروشد و یا چون حقش را طلب می کند به نرمی و جوانمردی عمل کند. خداوند رحمت کند. گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش با چنین تعبیر زیبا دعای خیر کردند، دعای رحمت کردند. بعضی علما میگویند این تعبیر نبوی خدا رحمت کند چنین شخص را به معنای دعاست. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش دعا کردند. بعضی دیگر از علما به این نظرند که این جمله به معنای خبر است، یعنی خداوند چون این شخص را رحمت خواهد کرد. اینجا فرستاده خدا درود و پیام خدا بر ایشان باد دعا کرده ایستادند در حق شخصی که چنین خلق زیبا و چنین خلق والا دارد، یعنی نرمی در معامله دارد. هنگام فروختن چیزی یعنی نرخ را از اندازه زیاد بالا نمیبرد و اگر نرخی را معین کند و خریداری چون نزد او حاضر شود اصرار نمی کند، پافشاری نمی کند، بلکه اگر از او خواهش کرده شود که نرخ را ارزان کند به نرمی با همدیگر فهمی نرخ را پایان می کند. و اذا اشترى و هنگام خریدن نیز چون وقتا چیزی را می خواهد خرید از اندازه زیاد اصرار نمی کند که او را ارزان کند و نرخی مقرر کرده فروشنده را با اصرار و با یک روی با سختگیری پایان نمی فرارد، بلکه داد و گرفت می کند، صحبت می کند، همدیگر فهمی می شود به یک شکل نرم با یک اسلوب جوانمردانه. و این چنین هنگامی که قرضش را طلب می کند، چون نفری از او قرض گرفته باشد و وقت و ساعت پرداخت کردن قرضش فرا رسیده باشد به نرمی، به لطف، به مهربانی پولش را، حقش را سراغ می کند. و اگر ببیند که شخص قرضدار شرایط ندارد، امکانیت ندارد که حقش را بازپس گرداند، برای او مهلت می دهد. این است سماحت در معامله و سخاوت نفس و نرمی و جوانمردی در داد و گرفت که خصلت است بسا بزرگ، خصلت است که دین مبین برای مسلمان تعلیم داده و هر شخصی که این خصلت را داراست پیامبر علیه السلام در حقش دعای رحمت کرده. و چنین شخص حتما شارحین حدیث گفتن شخصی که چنین عادت دارد، با چنین خصلت با مردم معامله می کند، حتما در مالش، در کارش، در تجارتش برکت حاصل می گردد. زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش دعای رحمت نمودند و این رحمت عام است، رحمت دنیا و رحمت آخرت، لطف و مهربانی و عطای خدا و برکت در مال نیز جزئی از مفهوم لطف و رحمت خداوند است. دوستان عزیز، این حدیث صحیح نبوی بر این دلالت میکند که شخص مسلمان هنگامی که میخواهد چیزی را بفروشد و یا چیزی را خریداری کند و یا حقش را از کسی بپرسد میباید با نرمی، با جوانمردی برخورد کند و از خلق سختگیری و درشت خویی کنار باشد، دور باشد، تا از این رحمتی که وعده شده و از این دعای مبارکی که پیامبر علیه السلام بر دارندگان این خصلت دعا کردند برخوردار شود، به امید برخورداری از رحمت خدا و به امید پاکسازی نفس و مزین ساختن خود با اخلاقی نیکی اسلامی. خدا یارتان.